امروز میخوام سردرجه رو بهتون بگم که چطور تو کارهای مختلف سردرجه بزنین اگر کار فهم خاص. ببینید سردرجه در واقع این مفعوله که حالا وصل به کار یک مقدار هزینه کار میبره بالا ولی نقش ساپورت داره و حالا تو جاهایی که ضخامت کار بیشتر و محکم‌تره ما استفاده می‌کنیم یه پایپ میزنیم که حالا تزریق موج‌ها بهتر انجام بشه و بهتر عمل می‌کنه، استحکام کار بهتره. من خودم بین 3 تا 4 طول کارو میزنم ولی حالا 2 تا 3.5 هم اوکیه. پایپش هم حداقل یک حداکثر 3 تا 3.5 برای کاری ضخیم‌تر. حالا من اینجا نمونه آوردم میزنم. این کار حالا دستبنده. ببینید سردرجه‌ای که من زدم به تعداده که حالا روی مفعول خورده. اینجا پایپو میزنم، یه کرف کشیدم. ببینید میزانی که داخل کار بردم و تو این نمونه میخوام ببینید خیلی کم داخل کار میبرم و این پایپ فلت باشه برای این کارا خیلی بهتره. کاری که مثلا انگشتم و این حالتی یه شاخه‌ایه، حالا دو شاخه هم توی کار دیگه بهتون نشون میدم. الان من اینجا رو در 5 میزنم و اینجا رو هم که ببینید این اندازه میشه این پایپ این کار. حالا برای انگشتر ببینید برای انگشتر زیر کار یه مفعول میزنیم، میزانی که داخل کار ببینید خیلی کم. این هم همین حالت. حالا میتونین بیشتر هم بزنید که این پایین یه مقدار بزرگتر بشه. این از این. حالا بریم این کارا رو بهتون نشون بدم. تو این کارا ببین من اینجا آرک کشیدم. حالا این قسمت رو از فلت در آوردم چون دو شاخه و رانده. این قسمت یک آرک کشیدم و یکی قسمت اینجا متصل کردم. تو این کارا ببینید دو شاخه زدم به سمت حالا این قسمت ضخامت کار و یه شاخه هم این قسمت قرار گرفته. تو این کارا ببینید این قسمت گوارسه خورده. اومدم تو قسمتی که گوارسه خورده نزدم. تو این قسمت خیلی کم داخل کار زدم و اینا میبینید فلت نیست چون چند شاخه است و یه قسمت هم به مفعول این. کار دو تیکه که حالا این پین میخوره، این پینشه میره این داخل. این قسمت هم کار دو تیکه اینجا می آرک زدم، یکی این قسمت و این یکی هم یه مفعول اینجا. یه کرو میکشین خیلی راحت میرورش میکنین، حالا یا این قسمت وصل میکنین مجدد میکشین و یک شاخه هم یک کرو هم اینجا و پایپ خورده و همین راحت